پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که راه را پیش گیرد که در آن طلب علم نماید، خداوند راه به سوی جنت را برایش هموار می سازد. روایت مسلم. این حدیث دلالت بر آن می کند که آموختن علم یکی از سببهای داخل شدن به جنت و نجات از آتش دوزخ است. واقعا علم انسان را بزرگ و شریف می سازد، به قله های بلند انسانی می رساند. فراتر از همه اینها مقام و مرتبه انسان را در پیشگاه خداوند بلند می بردارد. علم به مثل چراغی است که انسان را از تاریکی های گمراهی به سوی نور هدایت راهنمایی می کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امتش را به علم آموزی تشویق و ترغیب می کردند، چون که به علم خدا را نمی توان شناخت و راه درست زندگی را نمی توان یافت. انسان به علم نمی تواند راه درست را از راه گمراهی فرق کند، حلال و حرام را نمی شناسد. پس کسی که به خاطر رضای الله علم آموزد، راه به سوی جنت برایش هموار می شود. متن حدیث چنین است: من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. رواه مسلم.